مغزت وقتی خواب هستی داره یه کار خطرناک میکنه. برای دانستن لایک و سابسکرایب کو. راز اول: وقتی میخوابی مغزت خاموش نمیشود. در مرحله‌ای به نام REM حتی فعالتر از زمان بیداری کار میکند. یعنی بدنت خواب است اما مغزت بیدارتر از همیشه است. راز دوم: خوابها راه تخلیه ترس و استرسند. اگر این مرحله قطع شود انسان دچار اضطراب شدید می شود. راز سوم: مغز در خواب آینده را تمرین می کند. سناریوهای خطرناک را شبیه سازی می کند تا در واقعیت آماده تر باشی. راز چهارم: بعضی دانشمندان می گویند اگر اصلاً خواب نبینی ممکن است دچار توهم شوی، یعنی خواب دیدن. برای سلامت روانت ضروری است. اگر این راز برات جالب بود سابسکرایب کن تا رازهای بیشتری بفهمی.